چرا برای بعضی از دخترها هر کاری میکنی کافی نیست و اونا هیچ وقت راضی نمیشن؟ بذار یه مثال برات بزنم. همونطور که دستفروشه خیابون وقتی میفهمن مسافری یه قیمت بهت میدن و اگه بفهمن محلی یه قیمت دیگه، زنام همین کارو میکنن. اونها هم وقتی ازت خوششون بیاد یه جور دیگه‌ای رفتار میکنن و وقتی که بهت خیلی علاقه ندارن کاملا متفاوت رفتار میکنن. وقتی واقعا ازت خوشش بیاد و تو ازش بپرسی چیکار میکنی، ممکنه بگه هیچی، حوصله‌ام سر رفته. تو چی؟ تو بگی داشتم فکر میکردم برم یه قدمی تو پارک بزنم. آره اتفاقا داشتم فکر میکردم سگمو ببرم یه جا بیرون. اگه ازت خوشش بیاد برنامه‌هاشو کنسل میکنه، هر کاری که داشته باشه میذاره کنارو. اما اگه خیلی مورد پسندش نباشی، اون موقع است که قیمتش برات فرق میکنه. پارک اصلا صحبتشو نکن. کافه نه. شام یه جای درست درمون توی یه رستوران گرون قیمت، حالا شاید بهش فکر بکنم. هرچی زن کمتر از مرد خوشش بیاد، اون مرد باید هزینه بیشتری برای بیرون رفتن بکنه. شاید مجبور بشه 3 ماه تو اینستاگرام بهش پیام بده، یا تظاهر کنه بلیت کنسرت لیتو رو داره، یا بگه یه بلیت دبی دارم که اگه نریم میسوزه. قبول کردنش سخته، ولی واقعیت اینه هرچی یه زن کمتر بهت علاقه داشته باشه بیشتر باید براش جبران کنی تا یه ذره وقتشو بهت بده. این به درد تو نمیخوره، چون هر چقدر براش خرج کنی یا زحمت بکشی آخرش باهات خوب رفتار نمیکنه و هیچ وقت راضی نیست. اما اگه واقعا بهت جذب شده باشه وقتشو خالی میکنه، فوق‌العاده مهربونه و کمترین قیمتو ازت میگیره. اون پسرایی که زرنگن و بیشترین تخفیفو میگیرن کسایی هستن که اعتماد به نفس دارن. اگه میخوای اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنی، بدن تو بهتر کنی و خوش‌تیپ‌تر بشی، اپلیکیشن آریکس فیت رو نصب کن که بدون تجهیزات خاصی توی خونه میتونی بدن تو بسازی. برنامه تمرینی و غذایی هم بهت میده با 1/10 پول باشگاه. اگه میخوای نصب کنی عدد 100 رو بفرست.